این چراها و این قانونها رو من نمیدونم کی میذاره توی زندگی که مثلا الان باید فلانی فلان رفتار نشون بده، الان اینجوریه، الان شب، الان روز، الان هر جور حال میکنی زندگی کن. کی گفته؟ کی این چرا این بایدها و نبایدها رو کی برای تو گذاشته؟ این عرف و این شرع کی برای تو گذاشته؟ زندگی خودتو داشته باش. چرا دوست داری همینجوری کپی پیست کنی؟ چرا دوست داری پشت سر اجدادت، پشت سر قانونهایی که برات توی زندگی گذاشته شده پیرو اونها باشی و از اونها حمایت کنی؟ خودت انقدر نمیتونی، انقدر ناتوانی؟ قانون خودتو داشته باش، با قانون خودت زندگی کن. قانونت عشق باشه، قانونت انرژی مثبت باشه، قانونت رهایی باشه، قانونت تمرکز روی خودت باشه، قانونت این باشه که بگی همه از منن، ما از یک چیزیم، ما از یک جا اومدیم، ما انسان‌ها همه شبیه همیم، ما همه روح داریم، ما همه درونیاتمون احساس داریم، عشق داریم، قلب داریم، عقل داریم. انقدر خنجر دست نگیریم روح همدیگر رو زخمی کنیم. اینها همه جواب داره، بی جواب نمیمونه. تجربیات هر کسی بر اندازه توان اون شخص بزرگه. اگر کسی در زندگی ازدواج ناموفقی داشته، اگر کسی در زندگی از دست دادن فرزند رو طعمش رو چشیده، اگر کسی در زندگی یک همسر بدی رو داره و تحملش میکنه، اگر در زندگی یک نفر پدر مادر بدی داره یا پدر مادر نداره یا داره تنها زندگی میکنه یا هزار تا مثال که افراد زندگی هاشون مختلف هست، اینها دارن درس های روحیشون رو پاس میکنن. اینها به زبون راحته. برای هر فرد هر کدوم یک تجربه سخت و مشکل و بزرگه که باید ازش درس بگیره. باز هم برمیگرده به درونیاتش، به مشکلاتی که توی ذهن و فکرش داره، به عقایدش، به چیزهایی که روش پافشاری میکنه و میگه الا و بالله همینیه که من میگم، همین فکریه که من میگم. باز هم همه چیز به خودش برمیگرده. این رو یاد بگیریم، با آدما مهربون باشیم. این دنیایی که فکر میکنید 100 سال ادامه داره مثل برق و باد میگذره.